سلام. امیدوارم حالتون عالی باشه. من عرفانم، اینجام چتاکه. به چتاک خوش اومدین. واقعا عالی شده، واقعا جدی میگم عالی شده. این اپیزود یکه و داریم ریکوردش میکنیم به علل متفاوت. یکی از عللش اینه که یه مقداری امروز حالم خوب نبود، ولی خدا رو شکر منجر به این شد که اپیزود اول رو ضبط کنیم. خدا رو شکر. واقعا یه نکته که وجود داره باید حتما اینو یاد بگیرم، اونم اینه که بتونم این صداهای میکروفون رو قطع بکنم. اگر بتونم این کار رو یاد بگیرم واقعا ممنون میشم. تقریبا قسمت اعظمی از این کار رو خودم انجام دادم، از جی پی تی هم کمک گرفتم، ولی خب به نظرم بهترش قرار بکنم. هدف کلی از این اپیزودهایی که قراره ضبط بکنم یه ذره هم انجام کارهاییه که از قبل قرار مونده و الان تایمشه که تمومش بکنم. کار رو انجام بدم. باشگاه دارم میرم، ماشینو دارم بهش میرسم، آرشگاه امروز کاراشو کردم و میدونم پادکست ضبط کردن هم یکی از کارهایی بود که تو مد نظر قرار داده بودم که انجام بدم و خدا شکر به قسمت اولش نائل اومدیم. ولی خب خیلی کار رو قرار انجام بدیم، هنوز خیلی زوده واسه این کار، ولی انشالله بعدی عالی میشه. یه سری اهداف دارم که این اهداف رو میخوام باهاش پیش برم. یکی در رابطه با اینه که به نسبت سال گذشته قطعا اطلاعات من آپدیت نشده، ولی خب یه سری دریچه های دیگه تو ذهنم باز شده. باید سعی کنم که اون دریچه ها رو تقویت کنم، ازش نوری بیشتری به درون وجودم بتابه، علم و دانشم همچنان آپدیت بمونه و بیشتر رشد بکنه. در کنار این سعی کنم علم و دانش دیگری رو تحت عنوان هوش مصنوعی یاد بگیرم و ببینم چی کار میتونم بکنم، چه جوری میتونم با عرض کنم خدمت شما دیابت اینا رو مچ بکنم. انشالله حتما میتونیم این کار رو بکنیم به عنوان تز پی اچ دی و شما در تمامی این مسیر همراه ما خواهید بود. از آموزش، از اینکه حتی چجوری ریکورد بکنیم. الان تقریبا یه ذره زمان برد ولی خب تونستم ریکورد بکنم اینترو رو و الان ریکورد دارم میکنم بر اساس همون اینتروی که ضبط کردم. واقعا عالی شد، یعنی اون چیزی که میخواستم رو تونستم بهش بدم و از این موضوع خیلی خوشحالم. خب اهداف رو که گفتم، راه و روشش هم چندین مدل خواهد بود، بدین صورت که شاید دقیقا مقارن با پابلیش شدن دیابریز آن ایر یا عرض کنم خدمت شما که ایشوهای جدید دیابریز کیر که ماهی یک بار ریلیز میشه یه ذره داشته باشیم برنامه. این از بعد علمی باشه. از بعد هوش مصنوعی سعی میکنم یک جلسه در هر ماه دوباره به این موضوع اختصاص بدم که یه مقاله در همون هیته و کار کردنش با میدونی به هلت ساینس بخونم.
یک جلسه رو در رابطه با ایمپروومنت در اثر اینکه چجوری پادکست واقعا ران بکنم و یه موضوعش هم ایشالله دفعه بعدی خودش میاد. فعلا همین ستا رو مد نظر داریم، بریم ببینیم چی میشه. یه ذره هم استرس دارم هم ناراحتم به خاطر اینکه امروز یه ذره خبرهای بدی شنیدم در رابطه با یکی بود که میخواستیم با هم اوکی بشیم. یعنی به نظر میاد ایشون نمیخواستن، من میخواستم صرفا، یا نمیدونم اصلا، صرفا یه تارگت و این تارگت رو برای خودم خیلی اگزاجره کردم، تو ذهنم باهاش بزرگ شدم و وقتی این واقعیت تلخ به هم دست داد خب ناراحت شدم و اصلا همین بزرگ کردن باعث شده بود که یه ذره چیز بشه، میدونی، unfortunate بشه اکتایی که من بر اثر همین هیجان زدگی به هم دست داده و انجامش دادم که خب میدونی فرد مقابل رو تحت فشار قرار میده. اینا رو میفهمم، خب اینا امروز به نتیجه رسیدم که این موضوع رو میفهمم ولی همچنان مجدد انجامش میدم و باید این کار رو نکنم و یکی از چیزایی که قراره در طی سعی کنم مثلا چند وقت آینده یاد بگیرم اینه که این کار رو نکنم. یعنی تصمیم های خمیازه کشیدم، تصمیم های هرجانی نگیرم. ساعت 12:45 شب فکر کنم از ساعت 8:30 نشستم پا کار که بتونم این رو جمعش بکنم. البته وسطش یه ذره استاپم دادم ولی به طور کلی به نظرم خوب بوده، تا اینجاش خوب پیش رفته و انشالله جز این اپیزودهای بعدی رو خواهیم زد. قطعا جز خودم کسان دیگری فکر نمی کنم این اپیزود رو گوش بدن، ولی به امید اپیزودهای بعدی.